توجه بکنیم به تفاوت‌های فردی توجه کنیم تا مثلا هر فرد بهتر بتونه رشد کنه. سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر. بانو مدینه محمدی خیلی عالی بود. خب دوستان عزیز، قسمی که همصنفی تا درباره جلسه گذشته براتون معلومات داد. ما شما اصول حاکم بر میزان رشد را کار کردیم و تفاوت‌های دو جنس را از چند بعد مختلف ما شما مطالعه کردیم و تحقیق کردیم. نون ممتاز شروع بود فردی توپیرون نه. فکر می‌کنم این اسلاید را کار نکرده بودیم تفاوت فردی را. همونطور است. یک کانفرمیشن بدین. درست. پس ما شما آغاز می‌کنیم از تفاوت‌های فردی. ما شما تا صحبت داشتیم، فعلا میپردازیم طرف تفاوت فردی که در رشد وجود داره. در کدام جنبه‌های رشد ما شما تفاوت فردی را میتونیم شاهد باشیم. بانو فهیمه لطف کرده مایک را خاموش کنین. بانو فهیمه. خب دوستان عزیز، میگه تفاوت در سرعت رشد است. اول ما شما در تفاوت فردی میتونیم مشاهده کنیم که در سرعت رشد چی در یک جنس باشه و چی در دو جنس باشه، مثلا چی بین پسرها باشه، چی بین پسر و دختر باشه، یا چی بین دخترها باشه، در سرعت رشد تفاوت مشاهده میشه و ما شما میگیم که این جزء از تفاوت فردی هست. هر فرد به شیوه متفاوتی در رشد خود سرعت را تجربه میکنه، یا سرعت زیاد میباشه یا کم میباشه. در هر مرحله هر فرد متفاوت هست. ممکن است پویگو چې درشت په سرعت کې توپیر شته دی او دا توپیر وجود لري. یعنی فرد ډېر زر رشد کوي او ډېر تیز رشد کوي، یعنی ډېر سلو او ورو رشد کوي. نو موږ په دې باندې پوهیږو چې د فردي توپیرونه هم شته دي په دې بخش کې. دیگه تفاوت در توانایی‌های شناختی هست. ما شما می‌بینیم که هر فرد نظر به فرد دیگر توانایی‌های شناختی متفاوتی داره. یک فرد ادراک قوی داره، یک فرد عواطف خوبی داره، یک فرد هوش هیجانی داره، یک فرد IQ بالا داره، یک فرد IQ پایین داره. از تفاوت‌ها هم بین دو جنس و هم بین یک جنس ما شما می‌تونیم که اینا را مشاهده کنیم او شناختی ورتیاو که هم توپیر شته چې هم د انجینو ترمنځ او هم د هلک او انجلۍ ترمنځ په هغه شناختی مثلا ادراک، حافظه، تفکر، احساسات په دې کې هم ډېر زیات تفاوت دی. دیگه تفاوت در ویژگی‌های شخصیتی هست که دختران و پسران خوب از تفاوت دارند در ویژگی‌ها و نقش‌های شخصیتی. در بین پسرها و در بین دخترها یا در بین گروه‌های یک جنس باز هم تفاوت‌های شخصیتی وجود داره. یک فرد شخصیت آرام داره، یک فرد شخصیت مثلا شوخی داره، یک فرد شخصیت غمگین داره. پس این هست که ما شما می‌بینیم که تفاوت‌ها در شخصیت‌ها وجود داره. در ویژگی‌های متفاوت شخصیت ممکن است بگوییم که شخصیت په برخه کې هم توپیرونه شته دي، د فردي توپیرونه د وجود لري او د دې ممکن است خلاصون نه لرو. خب دیگه می‌بینیم که تفاوت فردی در دیگه کدام جنبه ها میتونه که باشه. خب تا این سه بخش ما شما کار کردیم. تفاوت فردی هست. آله چی نقش داره این تفاوت فردی؟ میگه نقش ژنتیک و محیط است. ما شما هرگاه مقابل میشیم با این نوع تفاوت فردی و یک فرد پرسنل میکنه عامل شما میخوایم عامل این نوع تفاوت فردی رو بفهمیم، باید درک کنیم که هم ژنتیک نقش داره در این تفاوت ها، در ساختن تفاوت ها و هم محیط. پس باید ما شما هم ژنتیک رو مطالعه کرده بتونیم و هم محیط یک فرد رو مطالعه کرده بتونیم تا تفاوت های اون رو سنجش کنیم که چقدر تفاوت ها داره و تفاوت ها چرا به وجود اومده. نو ژنتیک او چاپیریال د دواړه رول لري مستقیما په دې فردي توپیرونو کې. موږ تاسو به دواړه مطالعه کړو تر څو په دې پوه شو چې کوم عوامل دي چې دا تفاوتونه په یو فرد کې رامنځته کړي دي. و دیگه ضرورت توجه آموزشی به تفاوت ها هست. ما شما تفاوت فردی را کار میکنیم به این معنی که ضرورت هست یک نظام آموزشی ضرورت داره تا بفهمه و تفکیک کرده بتونه تفاوت فردی را. ما براتون مثال دادیم که مثلا ما شما در مکاتب افغانستان اگر ببینیم زیاد به تفاوت‌ها توجه نمیشه. یک فرد با IQ 100 هم در یک صنف است و یک فرد با IQ 50، یک فرد با IQ بلندتر، کلا در یک صنف هستن. اینا رتبه بندی میشن و دیگه فقط شاید سینی باشه، مثلا معیار سن باشه که همهشون 7 ساله هستن. پس این تفاوت‌ها ما شما در نظر نگرفتیم و سیستم آموزشی ما به خلل روبرو میشه. پس بهترین سیستم آموزشی هم هست که توجه داشته باشه به این تفاوت‌های فردی کودکان. نو د ذکر په هغه پروسه کې په سیستم کې موږ باید توپیرونه ته پاملرنه وکړل شو او دا ډېر مهم دي. خب میپردازیم به اسلاید بعدی، انواع رابط رشد کار میکنیم ما شما. خب گرچه در کتاب تفصیلی بحث نکرده ولی ما فقط به یک چند موضوع اضافه هم اشاره کردیم در انواع رابط رشد. دوستان عزیز، روابطی که در رشد وجود داره بین یکدیگر، بین مفاهیم رشد، اینا میتونه بدون آب باشه. یک رابطه طولی که ما شما رشد را در طول زمان بررسی میکنیم. مثلا یک کودک 7 ساله، کودک 14 ساله، کودک 10 ساله، کودک 20 ساله، این رقم طول زمانی ما شما بررسی میکنیم و ما شما این رقم یک بررسی رو بالا رشد انجام میدیم. حالا رابطه ارزی چی میشه؟ وقتی ما شما گروه های سنی رو مقایسه میکنیم باز از رابطه ارزی استفاده میکنیم. مثلا کودکان سنین 7 الی بلوغ با کودکان سنین 7 الی بلوغی که دختر هستن چی تفاوت داره؟ پس این دو گروه رو ما شما وقتی مقایسه میکنیم به شکل ارزی مقایسه کردیم، ما شما بررسی میکنیم. ولی وقتی ما شما رابطه سنین رو می‌بینیم که 7 ساله با 7 سالش فرق داره، 8 ساله با 8 ساله، باز رابطه طولی رو ما شما بررسی کردیم. دیگه رابطه تعاملی بین ابعاد رشد وجود داره دوست عزیز. مثلا بود شناختی، بود عاطفی و دیگر ابعاد بین خود چی دارن؟ یک رابطه تعاملی دارن.
مثلا اگر بود عاطفی ضعیف میشه بالای بود شناختی هم تاثیر داره، اگر بود جسمانی ضعیف میشه بالای بود اجتماعی هم تاثیر داره. پس این ابعاد رشد اصلا بالای دیگه تاثیر داره، رابطه تعاملی داره، اینا در تعامل هستن و تاثیر متقابل رشد جسمی، شناختی و عاطفی خصوصا که گفتم یا متقابلا بالای دیگه تاثیر داره. اگر رشد جسمی کاهش پیدا میکنه طبعا شاید رشد شناختی هم کاهش پیدا کنه، رشد عاطفی یا رشد اجتماعی. پس این چهار بود رشد که ما در فصل اول کار کرده بودیم می‌بینیم که اینا یک رابطه متقابل با دیگر دارن. در رشد اړیکو ډولونه مې ورته تشریح کړل چې طولي اړیکه او عرضي اړیکه ده. طولي اړیکه کله چې موږ تاسو د سن په تیریدلو سره غواړو چې بررسي وکړو، مقایسه وکړو، مثلا یو کلن ماشوم د 8 کلن ماشوم سره، 8 کلن د 9 کلن سره، یا د 8 کلن انجلۍ د 8 کلن الګ سره، دا طولي اړیکه شو. عرضي اړیکه کې چې موږ تاسو غواړو چې تحقیق کړو او یا هم ارزونه وکړو، دا بیا د ډلو ترمنځ مثلا د بلوغ الکانو ډله چې کله بلوغ ته رسیږي او د انجونو د بلوغ الکانو انجونو ډله چې کله بلوغ ته رسیږي د دوی ترمنځ کوم توپیرونه وجود لري. نو دا رابطه کلم تاسو سیړو دي ته بیا ارزي اړیکه وایم تاسو. بل د رشد د اړخونو ترمنځ تعاملي اړیکه وجود لري چې د تشریح کله شناختی، جسمي، عاطفي او اجتماعي اړخونه په یو بل باندې مستقیما اغیزه کوي. که یو بخش خرشت کوي د بل بخش به هم خرشت سره کوي. که چېرته جسم خوده کوي نو موږ تاسو ویل شو شناختی بود به هم خوده وکړي، دا یو بل باندې تاثیر کوي مستقیما. تاسو یو تمام انواعی که در رشد با یکدیگر ربط دارن. خب فعلا میپردازیم به سلاید بعدی که درباره رشد طبیعی و اکتسابی ما شما صحبت میکنیم. فقط پیش از اینکه به این سلاید بپردازم اول میخوایم که به نظرات شما گوش بدم. به نظر شما دوستان عزیز، به نظر شما آیا رشد کلا از طبیعت سرچ نمیگیره، یعنی از ژنتیک ما شما، از بیولوژی ما شما، از ژنین ما شما، و یا هم محیط تاثیر داره در رشد؟ مثلا یک کودک اگر زود صحبت کرده نمیتونه، آیا این کودک تنها ژنتیکش خراب هست، که ژن اشتباهی داره، و یا هم بالای کودک محیط هم تاثیر کرده، جامعه هم تاثیر کرده؟ پس نظر شما درباره چی است؟ نظر شما درباره رشد طبیعی و اکتسابی چی است؟ آیا رشد کلا طبیعی هست یا اکتسابی؟ خب دست بالا کنین کسی میخواد نظر بده درباره. خب بانو راضیه خاکسار شما بفرمایید و بگین که چه تحلیلی دارین درباره. سلام علیکم استاد محترم، تاسو ټول صنفیانو ته ماښام بخیر. استاد محترم، زما په اند باندې رشد چې دی یوازې جینیټیک تاثیرات نه دي، په رشد باندې محیط ډېر زیات اغیزه لري. لکه څنګه چې موږ په خپله جامعه کې تجربه کوو، د ځینې کورنیو ماشومان دي چې ډېر زړور دي، اعتماد پر نفس باندې زیات لري، او همدارنګه په هره برخه کې د دوی پوهه زیاتې، خبرې اترې د دوی ډېرې روانې او منظمې. د دې محیط اتمن ښه و، د دې کورنۍ د دې ښه سپانسر و، د دې په هره د ژوند مرحله کې ډېر اهمیت ورکړی، د دې نظریاتو ته یې غوږ نیولی، د تشویق کړی، ځکه دا یو ښه شخصیت جامعې ته وړاندې شوی. ځینې ماشومان چې ډېر ارامه دي، جرأت نشي کولی، خبرې نشي کولی، په ځینو ساحو کې حتی خبرې کوي، حتی د هغوی ستونی چې دی بندېږي، کلمات ورڅخه هېرېږي. نو دغه خپله د زما په اند د محیط تاثیر په دې کې ډېر زیات دی په رشد باندې. مننه. آفرین، ماشاءالله، ډېر ښه. ډېر ښه نظر و. دوستانو تاسو که فکر وکړئ رښتیا هم دغه دلایل منطقي دي چې محیط ډېر زیات تاثیر لري په رشد باندې. سو ډېر ښه نظر و ماشاءالله. اوس بل نفر وګورو چې څوک شته دي. کسی باید شرکت نکرده باشه. آقای عمران قادری بفرمایید نظر خود را شریک بسازید. عمران قادری. خب بانو مقبولا نظر شما بفرمایید، نظر خود را شریک بسازید. بله میشنوید استاد. سلام استاد. سلام بخیر. خب بانو مقبولا هستم استاد. صدایشان برآمدن. بانو عمران بفرمایید نامتان و نام فوق چی است؟ سلام شب بخیر استاد گرامی. سلام به همراهان عزیز. این نام خود مفید است و در مورد سوال شما گفتیم که رشد اکتسابی است یا طبیعت و نشاره. رشد تنها اکتسابی بوده نمیتونه و طبیعتا که طبیعت هم در رشد رول داره. بخاطر اینکه ما با استفاده دیده باشیم که اون عقب مونده اگر رشد میکنه رشد ضعیف هست. میبینیم که خود طبیعت، خود محیط رول داشته در رشد طفل. یا بعضی اطفال میبینیم به تغذیه و به لباس و به سلامتی از رسیدگی میشه رشد بیشتر بوده. پس ما میفهمیم که رشد هم اکتسابی هم که ولی بیشتر میتونه محیط تاثیر بشه به رشد. به نظر من خیلی عالی، سلامت باشین. بسیار عالی بود بانو قادری. ولی من حیث نظر آخر بانو مقبوله شما خیلی کوتاه نظر خود شریک بسازید.
سلام استاد گرامی، همچنین محصلان عزیز، وقتشون بخیر. استاد فکر میکنم هم ژنتیک میتونه و هم محیط خیلی تاثیر بسزایی داره. مثل اینکه اگر فکر کنی بتونی در دوران بلوغ همونجوری که هورمون‌ها رشد میکنه و احساسات رشد میکنه، اون شخص یا اون نوجوان باید بدونه که در محیط چجوری احساسات بیان بکنه. این محیطی که نشان میده چجوری بتونه با احساساتش برخورد بکنه، از جمله مثلا فرهنگ، خانواده، تجربه هایی که در اجتماع میگیره، میتونه به رشد شناختیش خیلی کمک بکنه. یعنی اینکه این محیط خیلی تاثیر بسزایی در رشد داره. سلامت باشین. خیلی عالی بود بانو مقبوله، خیلی نظر عالی بود. خب دوستان عزیز، ما شما نظریات متفاوت را دیدیم در این بخش و قسمی که در این صنف شما دیدیم که نظریات متفاوت است، اما رقم بین دانشمندا هم نظریات متفاوت است. پس هیچ کس 100% گفتن نمیتونه که محیط هست و هیچ کس 100% گفتن نمیتونه که ژنتیک هست. همه نظریات هم طرف ژنتیک را برای ما شما به اثبات میرسونه که تاثیر بیش از حد داره بالای رشد کودک و هم محیط را. پس قسمی در صنف شما اختلافات را دیدیم، اختلافات بین علما هم وجود داره. خب آیا این اسلاید ما شما میپردازیم بر رشد طبیعی و اکتسابی، که آیا رشد طبیعی هست یا ژنتیکی هست یا هم اکتسابی است، کسب شونده هست که ما کسبش میکنیم از محیط. ولکن متأسف گورو چه رشد طبیعی ژنتیکی ده که یا هم کسبی ده لا سراوردو که متأسف لا سراوردو. رشد طبیعی مبتنی بر عوامل زیستی می باشد دوستان. عوامل زیستی یعنی عوامل بیولوژیکی، مثل ژن ها، مثل کروموزوم، مثلا نطفه و تخمه که اینا رشد طبیعی یک کودک را برای شما برملا میکنن و ما شما میتونیم که اینا را رشد زیستی یک کودک ببینیم که اینا عوامل زیستی هستند. و همچنین در کل محیط درون رحمی هم عوامل زیستی هست، در کل خود فیزیک کودک مثلا حواس پنجگانه هم عوامل زیستی میشن. پس این رشد طبیعی مبتنی بر عوامل زیستی میباشه. نو ممتاز ولیدل چې د طبيعي رشد کوم تاسو ګورو د ټول زیستی عوامل دي چې موږ تاسو ګورو د ډیر زیات تاثیر لري، که چېرته ژن دی، که چېرته کروموزوم دی، که چېرته ژنټیک علم دی، د مندل قوانین دي، د ټول په انسانانو باندې تطبیق کیږي او ډیر زیات تاثیر لري. ولی رشد اکتسابی متفاوت است. رشد اکتسابی دوستان عزیز حاصل آموزش و تجربه است. رشد نیست که تو در ژن یا ژنتیک یا در بیولوژی بدنت باشه، بلکه رشد هست که تو از خانواده میآموزی و تجربه های هست که در زندگی تو کسب میکنی. مثلا یک کودک هست صحبت را از کجا یاد میگیره؟ از محیط یاد میگیره. درست است که توانایی صحبت کردن را صدا تشکیل دادن را از ژنتیک داشت، ولی آموزش هست که این کودک زبان خود را میگشاید و یک زبان را صحبت میکنه. از ما شما اینجا رشد زبانی را مدیون رشد اکتسابی میدونیم. امی است که هر دو رشد مستقیما تاثیر داره بالای کودک و بالای ما شما. حتی هم ما شما از لحاظ طبیعی هست که رشد کرده میریم یک جهت متفاوت و هم از لحاظ اکتسابی هست که ما شما کسب کردیم، تجربه کردیم، به دست آوردیم، آموختیم، تربیت شدیم، زیر چتر یک فامیل بودیم، یعنی تاثیر کرد. تو ما شما رشد ما امروز در این اندازه هست، چه رشد شخصیتی هست، چه شناختی هست، چه عاطفی هست و یا هم دیگه ابعاد رشد. نو کسبی رشد به متفاوت داشت در ذکر او تجربه پایدار کردن. موږ تاسو ذکر کوو، تجربه لا سره وړو، موږ تاسو رشد کسب کوو، هغه د ژبې رشد وی، هغه شناختی رشد وی، هغه عواطف زده کول چې کوم ډول موږ تاسو ټولنه کې عواطف خپاره کړو او خیر خپل ځان نه. دیگه تعامل میان طبیعت و تربیت هست. یه درات داشته باشیم دوستان عزیز که هر دو در تعامل هستن تا کودک رشد میکنه، هر دو در تعامل هستن تا ما رشد میکنه. نه تنها طبیعت یا ژنتیک میتونه که تو یک انسان کامل بسازه و نه تنها محیط میتونه که تو یک انسان کامل بسازه. طبیعت با تربیت، یعنی طبیعت با محیط با تجربه ها یک جای میشه تا انسان رشد میکنه و به خود شکوفایی میرسه. پس هر دو تعامل دارن و هر دو یک جای پیش میرن. متأسف نه د طبیعت نه او نه هم د طبیعت نسر کې پټولې شو. طبیعت چې نیچر ورته وایي په انګلیسي کې او طبیعت چې نرچر ورته وایي یا غیر طبیعي متأسف ورته وایي. د دواړو سره یو ځای کېږي، د دواړو عوامل یو ځای کېږي چې متأسف رشد کوي. هر دو در شکل‌گیری شخصیت میگن نقش دارن. قسم گفتم هم طبیعت و هم تربیت در شکل‌گیری شخصیت نقش داره. دوی دواړه د شخصیت په جوړولو کې رول لري. خب میپردازیم به اسلاید بعدی. ما شما این مسئله حل شد که نه تنها طبیعت را میتونیم که عالی بدانیم، نه تنها اکتساب را یا محیط را، از هر دو هستن که تاثیر مستقیم بالا رشد ما شما داره. خب حالا ماهیت ویژگی های رشد در انسان را ما شما میبینیم که ویژگی های رشد در انسان به کدام ماهیت و به کدام نوع بروز میکنن. په کوم ډول باندې د رشد ځانګړنې انسان کې شته دي، په کوم ماهیت باندې. ماهیت نه د دوی ډول د دوی هغه اصل اساس او هغه جوړونکي منبع څه شي ده. خب رشد میگه جهتدار و هدفمند هست. رشد دوستان از طرف یک جهت خاصی میره که ما شما میبینیم. طرف مثلا رشد کودک طرف بلوغ وقتی میره از 7 سالگی الی بلوغ، این رشد یک جهت مشخصی داره که باید خود را به بلوغ جنسی و جسمانی برسانه. بعد از اون وقت ما شما در عمر پیری میبینیم رشد باز یک جهت و هدف مشخصی داره که فرد را به مرگ ببره، به کام مرگ ببره، چون که از مرگ خلاصی نیست. پس رشد یک جهت مشخصی داره و هدفمند هست. در منتظر پویی وجود وده و رشد در مشخص لوری بندیده
او هدف لري، به هدف وعده نداده میتونه. این رشد ما شما به هدف نیست و مرگ هم به هدف نیست. اگر مرگ نباشه شما دنیا رو تصور کردن نمیتونین. شما بعضی مت ها رو ببینید تعقیب کنین که میگن اگر مثلا مرگ نباشه، اگر مرد نباشه، اگر زن نباشه، این رقم مسائل شما ببینید یا تحلیلتون بالا میره، میفهمین که واقعا بدون مرگ ما شما دنیا رو تصور کردن نمیتونین. پس این هدف رشد اگر مرگ باشه، اگر پختگی باشه، اگر مثلا رسش باشه، طبعا تمام اهداف و تمام جهت ها یک مقصد خاص دارن، به مقصد نیست. رشد تدریجی و مرحله‌ای است. رشد به تدریج هست، یعنی این شیوه نیست که کودک پیدا شود 2 روز بعدش ببینید کودک پیر شده 3 روز بعدش بمره. نه دوست عزیز، به تدریج هست. کودک هست، بعد از کم کم خزیدن رو یاد میگیره، باز کم کم استاد شدن، راه رفتن تا پیری، تا وقت پیری دوباره تخت خواب میمیره و کفن میشه و از دنیا میره. پس این هست یک تدریج و شکل مرحله. شما میبینیم که مرحله بلوغ به یک شیوه خاصیت داره، مرحله جوانی دیگه شیوه است، مرحله پختگی، مرحله پیری، هر مرحله از خود خاصیت‌های متفاوتی داره. متاسف بگیم که رشد هم په تدریج ډول باندې مختصي، سټپ بای سټپ، قدم قدم، ورو او هغه پړاویز ډول باندې ده. یعنی پړاو ده. په دې ډول نه ده چې ماشومتوب نه تر مرګ پورې د انسان یو ډول رشد دي، تغیرات خاص نه وي او هیڅ نه، د پړاویز ډول باندې مختصي. بلوغ یو پړاو دی، یو رقم تر رشد دی، ځوانۍ کې بل رقم او نور عمرونو کې بل رقم. رشد وابسته به آمادگی زیستی هست. میگن اگر ما شما از بیولوژی، از ژنتیک آماده رشد باشیم زیاد تاثیر داره. مثلا کودن ما شما مثال زدم میتونیم، یا کودنای مادرزادی را که کم هوش مادرزادی باشن، اینا متاسفانه ژنشون مشکل داره، آمادگی زیستی بر رشد ندارن و رشد نمیکنن. شما میبینین چقدر کوشش کنیم، چقدر تربیت کنیم، ولی باز هم هوش اینا کم تغییر خاصی را بر ما شما برملا نمیکنن. پس همون است که ما شما میبینیم رشد وابسته آمادگی زیستی هست. ژنتیک ما شما باید آماده رشد باشه، هوش ما شما باید آماده رشد باشه، شناخت ما شما، عواطف ما شما. ولی اگر آمادگی ذهنی نداشته باشه ما شما، اگر مادرزادی ما شما میبینیم دیوانه‌های مادرزادی که میگیم، کسایی مثلا مشکلات مادرزادی دارن یا در سیستم عصبی خود یا هم در سیستم شخصیتی خود، اونا نمیتونیم ما شما با تربیت داره اصلاح بسازیم. رشد بیولوژیکی چمتووالی پورې ډېر زیات اړه لري. موږ تاسو باید بیولوژي له لحاظه د ژنتیک له لحاظه موږ تاسو باید چمتو تر څو کولای شو سالم رشد ولرو. دیگه رشد قابل پیش بینی نسبی هست. ما شما رشد میتونیم نسبتاً پیش بینی کنیم. مثلا کودک در 4 سالگی صحبت میکنه، مثلا زیاد دیر صحبتایی که با در 2 سالگی تکمیل میکرد، واژگانی که تشکیل میداد در 4 سالگی تشکیل میده. ما شما نسبتاً پیش بینی کرده میتونیم که در دیگر مراحل کودک هم ابعاد رشد زبانی کودک به تعویق میفته، رشد تفکرش به تعویق میفته، رشد شناختیش به تعویق میفته. چرا یک پیش بینی نسبی ما شما نظر به اصول رشد کرده میتونیم. موږ تاسو کولای شو تر یو کچې پورې د رشد وړاندوینه وکړو او کولای شو چې موږ تاسو فکر وکړو، تفکر وکړو در رشد به آینده کې کوم ډول باندې مخکې شي. البته په نسبی ډول باندې، یعنی په مطلق ډول باندې نشو کولای. خب رشد با الگوی معین هست دوست عزیز. مثلا که میفهمین این هم یکی از خاصیت‌های رشد هست که با الگوی معین دوست عزیز رشد پیش میره، از یک الگو پیروی میکنه و رشد از الگوهای منظم پیروی میکنه. قسمی که ما شما میفهمیم الگوهای هستن که قبل تعیین شده، قبل از قبل به انسان داده شده و اونو پیروی میکنن. قسمی که ما شما تقدیر میگیم در اسلام، تقدیر زیاد به این مسئله الگومندی رشد دوست عزیز ربط داره. قسمی که ما شما میفهمیم در تقدیر اکثر مسائل قبل از قبل نوشته شده از طرف خداوند و ما شما نمیتونیم که با آسانی تغییر بدیم اینا را، و این الگوهای هست که خداوند بر ما شما منتخب کرده که ما شما از این الگوها عبور میکنیم، چه دوره‌های بلوغ باشه چه دیگر دوره‌های باشه، تمام دوره‌ها از طرف خداوند بر ما شما تنظیم شده. پس این ما شما الگوها رشد میگیم و معمولا میتونیم که یک کنسپت از تقدیر هم داشته باشیم که به شکل غیر مستقیم به تقدیر هم اشاره میکنه. نو در رشد هغه ماهیت مولی داره چې د منظم الگوګانو نشي پیروي کوي و منظم الگو داریم او هغه نه پیروي کوي په هغه ډول باندې اکثریت انسانانو کې هغه الگو صفر دي. با تفاوت‌های اندک دوست عزیز، به این معنی نیست که یک فرد در 14 سالگی با الگوی معین رشد میرسه، یک فرد شده 12 سالگی باشه، یک فرد شده 10 سالگی باشه، فرق داره، ولی الگو هست، الگوهای معین وجود داره. اول رشد از سر به پا داریم دوست عزیز که سفال و کودال هم برش میگن. این چه نوع رشد هست؟ فکر کنید دوست عزیز که ما شما از کودکی طرف پیری وقتی میریم، این رشد طولی یا رشد از سر به پا میشه. درست؟ ما شما به شکل طولی رشد میکنیم و تمام ابعاد ما شما رشد یا سودی داره یا نزولی داره. دیگه رشد از مرکز به اطراف هست، نزدیک به دور هست که رشد مثلا وقتی رشد عاطفی ما شما بلند میره، رشد شناختی هم رشد بلند میره. این به شکل ارضی هست، این 4 بود را متاثر میکنه، ولی به شکل طولی وقتی پیش میره سر به پا، یعنی رشد از کوچکترین نقطه شروع میشه به بلندترین نقطه میره، بلندترین به کوچکترین میره. ولی دیگه چیز مثلا 3 هست، رشد کودک 3.2 3.3 4 این رقم پیش میره. این طولی نیست، ارضی هست، نزدیک به دور هست، ولی طولی چه رقم هست؟ 4 5 6 7 8 9 رقم ما شما پیش میریم. پس رشد سر به پا چه میشه؟ از 0 تا 100 یا 100 تا 0 وقتی کودک رشد میکنه. مثلا رشد شناختی روز به روز زیاد میشه یا روز به روز کم میشه. حالا مرکز به اطراف چی هست؟
رشد شناختی ما تغییراتش مطالعه نمی‌کنیم. تاثیر رشد شناختی بالا رشد عاطفی رو مطالعه می‌کنیم. از عاطفی بالا جسمانی مطالعه می‌کنیم. به شکل مرکز به اطراف ما می‌ریم، نزدیک به دور رو مطالعه می‌کنیم. پس این دو نوع الگوی معین رشد هسته که اکثریت انسان‌ها این تجربه می‌کنن و این الگو رو پیروی می‌کنن، یا سر به پا رشد می‌کنن و یا هم مرکز به اطراف. نو سر طرف خور رشد چه ده لکه د صفر تر سالو پورې د سالو تر صفر پورې په سودی او نزولي ډول باندې کوي د هر بود رشد ماشوم خو مرکز نه تر شاوخوا یا تر اطراف پورې چې موږ تاسو نزدیک به دور هم ورته وایو، دا هغه رشد دی چې یو بود په بل بود باندې تاثیر اچوي. د ابعاد ترمنځ هغه کوم اړیکې چې موږ تاسو د رشد لارې کولای شو وپېژنو. دیگه هماهنگی تدریجی اندام ها هست که این هم الگوی معین رشد هست که به تدریج اندام ها هماهنگی پیدا میکنن. مثلا در اول کودک شاید نتونه که دست پای خود همزمان با یک سیگنال یا با یک مثلا سیگنال عصبی تکان بده، ولی بعدا این مهارت‌های حرکتی کودک ایجاب میکنه تا هماهنگی تدریجی داشته باشه و کم کم بتونه که دست پای خود همزمان شور بده یا دست پای خود همزمان اداره کنه. پس این هست هماهنگی تدریجی اندام هاش موږ تاسو وایو چې اندامونه په تدریجي ډول باندې همغږي کیږي او د دې یو بل سره هماهنګي پیدا کوي. کله چې موږ تاسو اندام خورو بل هم سره خوريږي، خو دا په تدریج باندې د وخت تر دوه سره یو ماشوم کولای شي چې د هماهنګي ته ورسیږي، د همغږي ته ورسیږي. خب پیش از اینکه سلاید بعدی رو ادامه بدیم یک وقفه کوتاه داریم عزیز بدون کاملا تجارتی و زود برمیگردیم. پیش از اینکه طرف رشد مداوم ماشوم رو بپردازیم یک وقفه کوتاه هم هست. خب دوستان عزیز میپردازیم به اسلاید که یک ماهیت دیگر از رشد را شما نشان میده. رشد جریان مداوم هست دوستان عزیز، یعنی رشد فرآیندی است که به شکل پیوسته و مداوم پیش میره. ما شما میتونیم که توقف کامل را در رشد تجربه کنیم و وجود نداره. پس این در نظر داشته باشید و در ذهنتون باشه که رشد به شکل مداوم جریان داره و به شکل پیوسته هست، فرآیندی هست که به شکل کلی توقف پیدا نمیکنه. موږ البته د رشد پدیده ته یو دوامدار لړۍ په توګه ګورو او دا یو پدیده ده چې په پیوسته ډول باندې مخ او په پیوسته ډول باندې د پروسه ادامه لري، د بهیر ادامه لري. نو رشد توقف نداری. تغییرات ناگهانی نتیجه آمادگی تدریجی اند. یعنی وقتی ما شما میبینیم که یک کودک تغییر ناگهانی داره، مثلا یک کودک میبینیم که ناگهانی در صدایش تغییر میاد، صدایش مثلا غور میشه که ما شما میگیم و یا هم بروت میکشه. این تغییرات ناگهانی نیست عزیز، این تغییرات هست که آمادگی تدریجی برای گرفته شده. در سنین قبلی کودک به شکل تدریجی تا سن بلوغ آماده شده به تغییرات و این تغییرات ناگهانی نیست. درست ما شما ظاهرا ناگهانی میبینیم ولی آمادگی تدریجی داشته است عزیز. هر بدلون چې کله راځي په ماشوم کې یا درشت مرحله کې دغه ناڅاپي ډول باندې نه دي. صحیح ده چې په ظاهر باندې موږ دغه بدلون ناڅاپي ګورو خو یو چمتواله هم حتما ورته وي. مثلا کودکی که به دنیا آمده است عزیز، شما ببینید این کودک به شیوه نیست که ناگهانی به دنیا آمد. درست است که این واقعا ما شما ناگهانی می‌بینیم ولی 9 ماه در راه مراحل گوناگون را طی کرده تا این کودک آماده تولد شده. بعد از تولد تا سن استاد شدن تا سن رشد شناختی هر مرحله یک مرحله یک پیش‌فرض مرحله دیگر هست. یا مثلا یک چیزی هست که باید پیش از مرحله قبلی یعنی پیش از مرحله بعدی باید ما شما مرحله قبلی را بگذرانیم. نه هیچ مرحله خپل سر مثلا رشد نکوي، حتما لمخکې نه یو پیش زمینه لري و هر مرحله پای مرحله بعدی هست. پس میگفتم براتون دوست عزیز هر مرحله وقتی ما شما مرحله نوماگی داخل رحم رسپری نکنیم آیا تولد وجود داره؟ نه خیر دوست عزیز. آیا مثلا کودکی وجود داره؟ نه خیر، اصلا وجود نداره. یا مثلا وقتی ما شما مرحله کودکی تا بلوغ رسپری نکنیم آیا بلوغ به بارگی میتونه که کودک تحمل کنه؟ نه خیر دوست عزیز اصلا. پس همون است که ما شما میبینیم هر مرحله پای مرحله بعدی میشه او در هر پړاو شده دوستان د بل پړاو لپاره یو بنسټ کیږي، اساس کیږي. مثلا که چېرته د بلوغ او نوې ځوانۍ مرحله نه وي آی په ځوانۍ کې موږ دا رقم رفتار ولرو په دې ډول باندې موږ مخکې شو نه دوستان دا هیڅ امکان نه لري. نو هر پړاو د بل پړاو لپاره یو پیش زمینه ده، یو بنسټ دی و توقف کامل رشد وجود نداره. اصیل در ذهن داشته باشین که رشد به شکل کامل تا مرگ را متوقف پذیر نیست. به حال ثابت نشده که رشد توقف کرده باشه. درست که در شکل ظاهری گفتم مردم که رشد توقف شاید کرده باشه، مثلا فرد رشد ظاهری نداشته باشه ولی از لحاظ ابعاد اجتماعی اگر ما شما ببینیم رشد میکنه، از ابعاد شناختی ببینیم رشد میکنه، از ابعاد عاطفی ببینیم رشد میکنه. پس رشد کاملا متوقف نمیشه. رشد هیڅ کله په بشپړ ډول باندې نه درېږي او دا مسئله ځان سره په ذهن کې ولرئ. خب مشخصات مراحل تکامل رشد هست که
این مراحل چه مشخصاتی داره دوست عزیز؟ هر مرحله ویژگی‌های خاص خود را داره. مثلا هر مرحله وقتی کودک داخل اون مرحله میشه ویژگی‌های خاص خود را داره که ما هر مرحله را جدا مطالعه کنیم و این رشد از اون بحث میکنه دوست عزیز. ما شما بعد از فصل ششم تا مثلا بلوغ را ویژگی‌های هر مرحله را جدا مطالعه میکنیم. باز در رشد دو شما از بلوغ تا مرگ را مکمل مطالعه میکنید. پس این است که ما شما میفهمیم هر مرحله یک ویژگی خاص خود را داره. هر پړاو په رشد کې په وده کې هر پړاو ځان ځانګړی لري. د پسین کې ولري مراحل به ترتیب مشخص ظاهر میشوند. دوست عزیز یک ترتیب مشخص هست. اول فرد مثلا درون رحمی می باشه یا جنین، بعدش تولد، بعدش مرحله کودکی تا افسردگی، از 7 الی بلوغ، از بلوغ الی جوانی، از جوانی الی پختگی، پختگی الی پیری. اینا رقم پیش ما شما تا مرگ. پس هر مرحله به ترتیب مشخص میشه. نمیشه که مثلا کودک مرحله بلوغ رسید بعد از بلوغ مرحله جوانی رو اسکیپ کنه، مرحله نوجوانی رو اسکیپ کنه، مثلا پیر شه. امکان نداره رقم که فرد بعد از بلوغ مثلا پیر شه دو سه مرحله را اسکیپ کنه. پس این مراحل به ترتیب پیش میاد. پړاوونه په ترتیب باندې یو ځانګړي ترتیب باندې را څرګندېږي او موږ تاسو هغه تجربه کوو. گذار از یک مرحله به مرحله دیگر تدریجی هست. در مشکل ناگهانی نیست. درست است که شما آثار بلوغ را ناگهانی می‌بینید ولی به شکل ناگهانی نیست. به تدریج بوده. سالها و سالها کودک آماده ذهنی شده در هفتگی جنسی را تجربه کرده تا به دوره بلوغ میرسه. که شما باز می‌خوانید در نظریات فروید هفتگی جنسی را با شما مطالعه می‌کنید. پس گذار از یک مرحله به مرحله دیگر به شکل تدریجی هست. یا پړاو نه بل پړاو ته تیریدل دا په تدریجی ډول باندې دي. نو په یو دم ډول باندې په ناڅاپي ډول باندې نه دي. برخی مراحل دوره‌های حساس محسوب میشن. برخی نه هر مرحله به نظر من تا مرحله جوانی دوست عزیز تا مرحله بزرگسالی این کودک ما شما زمان زیاد مطالعه می‌کنیم زیاد تاکید می‌کنیم این تمام مراحل حساس هستند. هر مرحله دوست عزیز بالای بزرگسال آینده تاثیر مثبت و منفی داشته میتونه. پس از خاطر این مراحل باید ما شما متوجه کودکان و نوجوانان زیاد باشیم نسبت به جوانان و کسایی که بزرگسال هستن چون آنها با آسانی تغییر نمیکنن ولی این مرحله تغییرات خیلی سریع میباشه. از خاطر باید ما شما زیاد متوجه باشیم با کسایی که این مراحل هستن و این مراحل را سپری میکنن. دا مراحل که متأسف ګورو ځینې پړاوونه یا مراحل زیات حساس دي او حساس دورې ګڼل کېږي. متأسف باید د حساس دورو ته متوجه اوسو. خب به نظر رسیدیم به خلاصه فصل و ما شما رسیدیم به آخر فصل سوم که اصول روانشناسی رشد بود. ما شما دوستان عزیز دیدیم در این فصل این نکات پایان را ما شما یاد گرفتیم. اول مگر رشد تابع اصول و قانونمندی‌های خاص و مشخصی هست ما شما می‌فهمیم. یعنی همین قانونمندی‌ها و اصولی هستند که رشد را متاثر می‌سازند و ما شما در این فصل اکثریت از اصول رشد را مطالعه کردیم و خواندیم که کدام اصول حاکم هستند در رشد کودک، در رشد انسان و یا هم در رشد موجودات زنده. نو منتاسب پلندیس کې دا وایو چې رشد مشخص اصولونه تابعیت کوي او مشخص قوانین دي چې موږ تاسو رشد متاثر کوي. تفاوت‌های فردی و جنسی بخش طبیعی از رشد هستند. یعنی هم تفاوت‌های فردی وجود داره بین افراد و هم تفاوت‌های جنسیتی وجود داره. دختر و پسر با نقش‌های متفاوت در جامعه رشد میکنن او موږ از فردی او جنسیتی توپیرونه رشد کې مثلا نادیده نشو ګڼلای او دا هم موږ تاسو رشد کې باید مد نظر ولرو چې فردی او جنسیتی توپیرونه یو طبیعي برخه ده. و رشد الگومند تدریجی و پیوسته هست. ما در ماهیت رشد دیدیم که رشد هم الگومند بود. این الگوهای مشخص و معینی داشت، هم تدریجی بود به شکل تدریجی رشد پیش میره و هم پیوسته هست یعنی متوقف ناپذیر هست دامدار هست. رشد هم الگومند دور باندې مختزی هم تدریجی در رشد یعنی تدریج باندې مختزی او هم پیوسته دور باندې یا دامدار دور باندې پرمختګ کوي. و تعامل وراثت و محیط در تمام ابعاد رشد نقش داره. قسمی که ما شما دیدیم دوست عزیز هم وراثت نقش مستقیمی داره در ابعاد رشد و همچنان در سرعت رشد در دیگر ابعاد رشد و هم محیط مستقیما تاثیر داره. نو وراثت و محیط هم تاسو سترګې نشو پټولای د دواړه په رشد باندې ډېر زیات تاثیر کوي او په تعاملي ډول باندې د رشد بلابل اړخونه متاثر کوي. خب یوم بود خلاصه فصل ده هم لنډیز و حال طبق معمول ما شما تمرین داریم و طبق معمولی باز ما شما مشترکاً انجام میدیم بحث میکنیم صحبت میکنیم درباره این مسائلی که دیگه ما ذکر کردیم و جمع‌آوری کردیم از فصل سوم. از دستا خود را بالا کنین کسایی که آماده هستن. اول سوالات را ما براتون میخونم بعد باز بحث میکنیم ما شما دربارهشون هر کدام رو جدا تحت بررسی قرار میدیم. اول تفاوت دیدگاه فعال و منفعل بودن انسان را تحلیل میکنیم که ما شما در اوایل این فصل کار کردیم. دیدگاه فعال چی میگفت، دیدگاه منفعل بودن انسان چی میگفت و کدام دیدگاه برتر است. به نظر شما برتری وجود داشت در دیدگاه فعال و منفعل و همچنین نقش فرهنگ در رشد را با مثال توضیح دهید، اصول حاکم بر میزان رشد را شرح دهید، تفاوت‌های جنسی در رشد را نقد و بررسی کنید و مفهوم رشد پیوسته و الگومند را توضیح دهید. این مسائل مهمه اما تمام مسائل فصل را ما جمع کردیم دیگه دوباره که ما شما بتونیم سرش بحث کنیم اساسات فصل را. پس در هر فصل هست و همچنین کارخانگی را براتون میدم کسی که در دیگه فصل ها مورد کارخانگی میدادم امشب هم در آخر فصل شما باز کارخانگی داریم در آخر فصل سوم پس کارخانگی را براتون میدم باز دلتون پیش از انجام میدادین یا بعد از عید انجام میدادین هر دو شما وقت پیدا کردین و بعد از عید قسم گفته بودم پروژه‌هاتون آغاز میشه پس آمادگی ذهنی داشته باشین. خب دست خود را بالا کنید کسی میخواد تمرین اشتراک کنه و صحبت داشته باشه. فقط 2 نفر فعلا دستشون بالاست و ما با 5 نفر ضرورت دارم. 4 نفر یک نفر دیگه هم ضرور است.
پوره شدن. به نظرم برد بحث پوره شد. فعلا بانو مدینه محمدی میخوام که اول از شما بشنوم درباره تفاوت دیدگاه فعال و منفعل بودن انسان. چه تحلیلی دارین شما؟ جهان سپاس استاد گرامی. و راجع به سوالتان، تفاوت دیدگاه فعال و منفعل بودن انسان را مثلا چه قسم باید تحلیل کنیم؟ در اول بفهمیم که باید در روانشناسی رشد دو دیدگاه درباره نقش انسان در رشد وجود داره که اولش دیدگاه منفعل است و دومش هم دیدگاه فعال. فرق از این چی است؟ در دیدگاه منفعل مثلا میگن که انسان بیشتر تحت تاثیر وراثت و محیط قرار میگیره، مثلا خودش نقش زیاد در تغییر رشد خود نداره، یعنی خانواده، جامعه، ژنتیک در شکل گیری رفتار شخصیت او تاثیر میگذاره، یعنی نقش مهم یعنی وراثت و محیط داره. ولی در دیدگاه فعال میگن که مثلا انسان موجود فعال است و فعال دانسته میشه و خود او در رشدش نقش داره، یعنی فرد با انتخاب‌هایش، تلاش‌هایش، تجربه‌های خود میتونه مسیر رشدش تغییر بده. و اگر در نتیجه بخوایم بگوییم رشد انسان نتیجه تعامل فرد و محیط است، یعنی هم خود انسان و هم محیط در اون نقش مهم داره. ولی در واقع بسیار از روانشناسان باور دارند که مثلا رشد انسان نتیجه تعامل میان فرد و محیط است، یعنی هم محیط و هم تلاش‌های فرد در رشد تاثیر میگذاره. ولی از نظر من اگر بخوایم بگویم، به نظرم دیدگاه فعال بیشتر قابل قبول است، چون قسمی که خود ما فعلا میتونیم از تجربیات خود بگوییم، در وضعیت کنونی که فعلا قرار داریم با وجود محدودیت‌های زیادی که مثلا در آموزش است یا هر موردی که هست، بسیار از ما مثلا تلاش میکنیم که به شکل آنلاین درس بخونیم یا مهارت‌های جدید یاد بگیریم. همین نشان میده که مثلا انسان میتونه با تلاش‌ها و اراده خود مثلا رشد و پیشرفت خود نقش داشته باشه، حتی مثلا که اگر شرایطش نیست، شرایط محیطی سخت است، ولی توسط